فصل 4. تهدید به سوزاندن خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه. بعضی از اخبار و روایات میگوید که عمر ابن خطاب به سوزاندن تهدید کرد. شاهد اول محمد ابن جریر طبری در تاریخ الامم و الملوک. محمد ابن جریر طبری متوفا به سال 310 هجری در کتاب خود به نام تاریخ الامم و الملوک چاپ دارالفکر جلد 3 صفحه 254 حوادث سال 11 هجری این حدیث را نقل کرده است. عمر ابن خطاب به خانه علی آمد در حالی که گروهی از مهاجران در آنجا گرد آمده بودند. با آنان گفت به خدا سوگند خانه را به آتش میکشم مگر اینکه برای بیعت بیرون بیایید. زبیر از خانه بیرون آمد در حالی که شمشیر کشیده بود. ناگهان پای او لغزید و شمشیر از دستش افتاد. در این موقع دیگران هجوم آوردند و شمشیر را از دست او گرفتند. این بخش از تاریخ حاکی از آن است که اخذ بیعت برای خلیفه با تهدید و ارعاب صورت میپذیرد. حالا این نوع بیعت چه ارزشی دارد؟ شنونده باید خود داوری نماید. شاهد دوم روایت ابن ابی شیبه و تهدید عمر به آتش زدن خانه فاطمه زهرا سلام الله علیه. ابن ابی شیبه متوفا به سال 235 هجری در کتاب خود به نام المصنف فی احادیث و الاثار چاپ دارالفکر بیروت در جلد 8 صفحه 572 حدیث 4 در کتاب المغازی باب ما جاء فی خلافت ابی بکر این حدیث را نقل کرده. هنگامی که مردم با ابوبکر بیعت کردند، علی و زبیر در خانه فاطمه به گفتگو و مشاوره پرداخته بودند. این خبر به عمر ابن خطاب رسید. او به خانه فاطمه آمد و گفت ای دختر رسول خدا، محبوب ترین فرد نزد ما پدر توست و بعد از او خودت. ولی سوگند به خدا این محبت مانع از آن نیست که اگر این افراد در خانه تو جمع شوند من دستور دهم خانه را بر آنها بسوزانند. این جمله را گفت و بیرون رفت. هنگامی که علی و زبیر به خانه بازگشتند، دختر گرامی پیامبر به علی و زبیر گفت عمر نزد من آمد و سوگند یاد کرد که اگر اجتماع شما تکرار شود خانه را بر شماها بسوزاند. به خدا سوگند آنچه را که قسم خورده انجام میدهد. این روایت در کتاب المصنف با سند صحیح نقل شده است. شاهد سوم روایت سیوطی در تهدید عمر به آتش زدن خانه فاطمه. جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی متوفا به سال 911 هجری یکی از علمای پرآوازه و پرتألیف اهل سنت در یکی از کتب خود به نام جامع الاحادیث چاپ دارالفکر بیروت در جلد 13 صفحه 267 حدیث 1033 و در کتاب دیگرش تحت عنوان مسند فاطمه الزهرا و ما ورد فی فضلها دار ابن حزم بیروت در صفحه 76 حدیث 32 حدیث ابن ابی شیبه را بدون تحریف به این صورت آورده است. هنگامی که مردم با ابوبکر بیعت کردند، علی و زبیر در خانه فاطمه به گفتگو و مشاوره پرداخته بودند. این خبر به عمر ابن خطاب رسید. او به خانه فاطمه آمد و گفت ای دختر رسول خدا، محبوب ترین فرد نزد ما پدر توست و پس از او خودت. ولی سوگند به خدا این محبت مانع از آن نیست که اگر این افراد در خانه تو جمع شوند من دستور دهم خانه را بر آنها بسوزانند. این جمله را گفت و بیرون رفت. هنگامی که علی و زبیر به خانه بازگشتند، دختر گرامی پیامبر به علی و زبیر گفت عمر نزد من آمد و سوگند یاد کرد که اگر اجتماع شما تکرار شود خانه را بر شماها بسوزاند. به خدا سوگند آنچه را که قسم خورده است انجام میدهد. شاهد چهارم تحریف روایت ابن ابی شیبه. برخی از بزرگان و حفاظ حدیث اهل سنت تا این حد هم نقل نکردند بلکه بیشتر به تحریف و سانسور حقایق اقدام کرده اند. ابن عبدالبر، صفدی و نویری روایت ابن ابی شیبه را تحریف شده نقل کرده اند. محمد ابن عبدالبر قرطبی متوفا به سال 463 هجری در کتاب خود به نام الاستیعاب فی معرفت الاصحاب چاپ دارالفکر بیروت
در جلد 1 صفحه 584 در شرح حال عبدالله ابن ابی قحافه و نیز صلاح الدین صفدی شافعی متوفی به سال 764 هجری در کتاب خودش تحت عنوان الوافی فی الوفیات چاپ دارالفکر بیروت در جلد 12 صفحه 158 شرح حال عبدالله ابن عثمان و همچنین شهاب الدین نویری متوفی به سال 733 هجری در کتاب خود با عنوان نهایت العرب فی فنون الادب چاپ قاهره در جلد 19 صفحه 40 همان روایت ابن ابی شیبه را نقل کردند، با این تفاوت که به علت مراعات آبروی خلیفه دوم جمله ان امرتهم ان یحرقوا علیهم البیت را به جمله لافعلن و لافعلن تبدیل کرده اند و نیز جمله لئن عدتم لیحرقن علیکم البیت را به کلمه لیفعلن تغییر داده اند. در نتیجه ابن عبدالبر و صفدی و نویری همین حدیث را با همین اسناد نقل کردند، لکن آنجا که روایت تصریح به آتش زدن خانه حضرت فاطمه می کند را حذف کرده اند و به جای آن جمله چنین و چنان می کنم را جایگزین کرده اند که ما این روایت را از کتاب الاستیعاب قرطبی نقل می کنیم. زمانی که برای ابوبکر بیعت می گرفتند، علی و زبیر نزد فاطمه رفته و با وی مشورت و از وی کسب تکلیف می نمودند. وقتی که این خبر به عمر رسید، بر فاطمه وارد شده و گفت ای دختر رسول خدا، هیچ کس از خلق خدا نزد ما دوست داشتنی تر از پدرت نیست و هیچ کس بعد از پدرت نزد ما دوست داشتنی تر از تو نیست، ولکن به من خبر رسیده که عده‌ای نزد تو جمع شده اند. اگر چنین باشد هر آینه چنین و چنان می کنم. سپس برگشت. فاطمه نزد افراد خانه آمده و گفت عمر نزد من آمده و قسم خورده که اگر برای بیعت خارج نشوید چنین و چنان می کند و به خدا قسم بر آنچه قسم خورده پایدار و استوار است. کسانی که تا این حد روایات را تحریف می کنند چگونه توقع دارید که برایتان نقل کنند که او خانه را آتش زد؟ کدام عاقل می تواند چنین توقعی از اینان داشته باشد؟ البته ما در این پژوهش در موضوعات مختلف این بحث تحریفات را که به واقع خیانتی است در نقل تاریخ پیش کشیدیم تا تذکری باشد برای انسانهای آزاداندیش و طالب حق. شاهد پنجم، بلاذری در انساب الاشراف. در برخی از روایاتی که به این ماجرا پرداخته اند عنوان آتشگیر آورد دیده می شود که برخی از مصادر آن را بیان می نماییم. بلاذری متوفی به سال 279 هجری در کتاب خود به نام جمل من انساب الاشراف چاپ دارالفکر بیروت در جلد 2 صفحه 268 در فصلی تحت عنوان امر سقیفه این حدیث را نقل کرده است. ابوبکر کسی را دنبال علی فرستاد تا بیعت کند، اما علی از بیعت با ابوبکر سرپیچی کرد. ابوبکر به عمر دستور داد که برود و او را بیاورد. عمر با شعله آتش به طرف خانه فاطمه رفت. فاطمه پشت در خانه آمد و گفت ای پسر خطاب، آیا تویی که میخواهی در خانه را آتش بزنی؟ عمر پاسخ داد آری، این کار آنچه را که پدرت آورده محکمتر میسازد. شاهد ششم، ابن عبدالرب در العقد الفرید. شهاب الدین احمد معروف به ابن عبدالرب اندلسی متوفی به سال 328 هجری مؤلف کتاب العقد الفرید چاپ دارالفکر بیروت در جلد 3 صفحه 9 بحثی مشروح درباره تاریخ سقیفه آورده و تحت عنوان کسانی که از بیعت ابوبکر تخلف جستند چنین می‌نویسد: کسانی که از بیعت کردن با ابوبکر امتناع ورزیدند علی و عباس سعد ابن عباده بودند، اما علی و عباس و زبیر به عنوان اعتراض در خانه فاطمه نشستند تا ابوبکر عمر ابن الخطاب را به سوی آنان فرستاد تا آنان را به زور از خانه خارج کند و به او سفارش کرد اگر از بیعت سرپیچی کردند آنان را به قتل برسان. عمر قطعه آتش برداشت تا خانه را بر سر آنان آتش بزند. با فاطمه برخورد کرد. فاطمه فرمود پسر خطاب، آمده ای خانه ام را به آتش بکشی؟ عمر گفت آری، مگر اینکه داخل شوید در آنچه امت داخل شده است. شاهد هفتم،
ابوالفدا در کتاب المختصر فی اخبار البشر. تاریخ نگار اهل سنت ابوالفدا متوفا به سال 723 هجری در کتاب المختصر فی اخبار البشر معروف به تاریخ ابی فدا، چاپ دارالکتب علمیه بیروت لبنان، در جلد 1 صفحه 219 حوادث سال 11 هجری ذکر اخبار ابی بکر و خلافته این روایت را نقل کرده است و در انتهای آن این گونه می نویسد: آنگاه ابوبکر عمر را به سوی علی و همراهان فرستاد تا آنان را از خانه فاطمه بیرون کشد و گفت اگر نپذیرفتند آنها را بکش. پس عمر با مقداری آتش آمد تا خانه را بسوزاند. فاطمه او را دید و گفت پسر خطاب کجا؟ آمده ای تا خانه امان را آتش بزنی؟ گفت بلی، یا آنکه بدانچه امت بر آن وارد شده اند وارد شوید. شاهد هشتم مسعودی شافعی در مروج الذهب. مسعودی شافعی از علمای قرن چهارم در کتاب خود به نام مروج الذهب چاپ دارالفکر در جلد 3 صفحه 87 ذکر ایام معاویه ابن یزید ابن معاویه و ابن زبیر و بیت الرسول این حدیث را نقل کرده است. عروة ابن زبیر در عذر عمل کرده برادرش برای محاصره کردن بنی هاشم در شبر و جمع‌آوری هیزم برای آتش کشیدن آنها میگوید او با این عمل میخواست آنها را بترساند تا از او اطاعت کنند، همچنان که قبلا این عمل در مورد کسانی که از بیعت خودداری کردند انجام شد. ابن ابوالحدید معتزلی مدائنی متوفا به سال 655 هجری از علمای قرن هفتم در شرح نهج البلاغه جلد 20 صفحه 147 کلام شماری 461 نیز همین جریان را بدون تحریف از مسعودی نقل کرده است. مسعودی میگوید عروة ابن زبیر در عذر آوردن برای برادرش عبدالله ابن زبیر برای محاصره کردن بنی هاشم در شبر و جمع آوری هیزم برای آتش زدن ایشان میگوید هدف وی از این کار همانا انتشار کلمه واحد بود و نه اختلاف مسلمانان. او میخواست ایشان را وارد در اطاعت و تشکیل کلمه واحد نماید، همچنان که عمر ابن خطاب این امر را با بنی هاشم زمانی که در بیعت با ابی بکر تأخیر کردن انجام داد. او هیزم آورد تا خانه را بر ایشان به آتش بکشد. ولی آنچنان که گذشت با مراجعه به مروج الذهب مشاهده میکنیم که این عبارات تغییر کرده است. شاهد نهم ابن قتیبه در الامام و سیاسه. مورخ شهیر عبدالله ابن مسلم ابن قتیبه دینوری متوفا به سال 276 از پیشوایان ادب و از نویسندگان پرکار حوزه تاریخ اسلامی است. وی در کتاب الامامه و سیاسه صفحه 22 چنین می نویسد: ابی بکر به دنبال عده‌ای که حاضر نشده بودند با او بیعت کنند بود، همان افرادی که نزد علی تجمع کرده بودند، لذا عمر را به دنبال آنها فرستاد. عمر سر رسید، آنان را صدا کرد ولی آنها اعتنایی نکرده و از خانه خارج نشدند. عمر هیزم خواست و گفت به همان خدایی که جان عمر در دست او سوگند یاد می کنم که بیرون بیایید، وگرنه خانه را با کسانی که در آن هستند آتش خواهم زد. به عمر گفتند ای ابا حفص، فاطمه در این خانه است. عمر پاسخ داد باشد. در روایت دیگری آمده است عمر با عده زیادی از انصار و افراد کمی از مهاجرین در به خانه حضرت فاطمه زهرا آمده بود. ابن قتیبه دنباله این داستان را سوزناکتر و دردناکتر نوشته است. او میگوید عمر همراه گروهی به در خانه فاطمه آمدند، در خانه را زدند. هنگامی که فاطمه صدای آنان را شنید با صدای بلند گفت ای رسول خدا، پس از تو چه مصیبت هایی به ما از فرزند خطاب و ابی قحافه رسید. وقتی مردم که همراه عمر بودند صدای زهرا و گریه او را شنیدند برگشتند، ولی عمر با گروهی باقی ماند و علی را از خانه بیرون آوردند، نزد ابی بکر بردند و به او گفتند بیعت کن. علی گفت اگر بیعت نکنم چه می شود؟ گفتند به خدایی که جز او خدایی نیست گردن تو را می زنیم. مسلماً این بخش از تاریخ برای علاقمندان به شیخین بسیار سنگین و ناگوار می باشد.
و لذا برخی بران شدند که در نسبت کتاب به ابن قتیبه تردید کنند، در حالی که ابن ابوالحدید استاد فن تاریخ این کتاب را از آثار او می‌داند و پیوسته از آن مطالبی نقل می‌کند. متاسفانه این کتاب به سرنوشت تحریف دچار شده و بخشی از مطالب آن به هنگام چاپ از آن حذف شده است، در حالی که همان مطالب در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید آمده است. شاهد دهم ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه. ابن ابوالحدید معتزلی مدائینی متوفا به سال 655 هجری در شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 56 خطبه 26 حدیث سقیفه این حدیث را نقل کرده است. روایات در مورد قصه سقیفه مختلف است. آنچه که شیعه میگوید با توجه به آن که جمع قابل توجهی از محدثین اهل سنت بیشتر آن را نقل کرده‌اند آن است که سلمة ابن عبدالرحمن میگوید وقتی که ابوبکر روی منبر خلافت قرار گرفت، علی و زبیر و گروهی از بنی هاشم به عنوان اعتراض در خانه فاطمه جمع شده بودند. عمر نزد آنان رفت و گفت قسم به آن که جانم در دست اوست، یا بیعت کنید یا خانه را آتش میزنم. شاهد 11 عمر رضا کحاله در اعلام النساء. عمر رضا کحاله از علمای اهل سنت معاصر در کتاب خود به نام اعلام النساء چاپ مؤسسه الرساله بیروت در جلد 4 صفحه 114 با ذکر سند میگوید تا آنکه ابوبکر از عده‌ای که از بیعت با او سرباز زده و تخلف کرده بودند و نزد علی ابن ابی طالب جمع شده بودند، مانند عباس و زبیر و سعد ابن عباده سؤال کرد. آنها در خانه فاطمه از بیعت با ابوبکر باز نشسته بودند. پس ابوبکر عمر ابن خطاب را به سوی آنان فرستاد. عمر روانه خانه فاطمه شده و فریاد کشید. آنان از بیرون آمدن از خانه ممانعت ورزیدند. در این هنگام عمر هیزم طلبیده و گفت قسم به آن کس که جان عمر در دست اوست، یا از خانه خارج شوید و یا آن که خانه را بر اهلش به آتش میکشند. شخصی به عمر گفت ای ابا حفص، در این خانه فاطمه است. عمر گفت اگرچه فاطمه در این خانه باشد به آتش میکشم. شاهد 12 دهلوی در تحفه اثنا عشریه. شاه عبدالعزیز محدث دهلوی از علمای قرن 13 در کتاب خود به نام تحفه اثنا عشریه چاپ پیشاور پاکستان که آن را بر ضد فرهنگ نورانی اهل بیت نگاشته است، در صفحه 292 به صراحت اعتراف می کند که تهدید صورت گرفته. دهلوی در این بخش می نویسد عمر ابن خطاب چون دید که حال بر این منوال است، آن جماعت را تهدید نمود که من خانه را بر شما خواهم سوخت. و در صفحه 293 می نویسد نهایت کار آن که مراعات ادب مقتضی این تهدید نبود. شباب من کتاب من بودی شدی بسته بمیرد هر کسی بسته. کتاب من ندارم خواهشی از تو، ولی زهرا جوابی ده سلام بی جواب من، سلامی ده جواب بی سلام من. مانده ام تک و تنها بی تو میرم زهرا، یا زهرا زهرا زهرا.